الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه که به نام آیین دین و زندگی هست میپردازیم به بیان گوشه ای از گفتار زرین رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنگونه که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال به ایشان جوامع الکلم را عنایت فرمودند، یعنی گفتاری بسیار شیوا و دلانگیز و پرمحتوا با جملاتی بسیار کوتاه، که این گفتار زرین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات دنیوی و اخروی من و شما نقش یک قاعده و قانون را دارد و ما و شما که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم این گفتار زرین ایشان را و این اصول و قواعدی رو که ایشان برای دین و زندگی ما تعریف کردند، این قواعد و اصول را باید مد نظر داشته باشیم، اینها را حفظ بکنیم و اعمال دنیوی و اخروی خودمان را بر اساس این قواعد و اصول انجام بدهیم. یکی از معروفترین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که بارها و بارها آن را شنیدید این جمله هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الاعمال بالنیات، یعنی این که میزان ارزش و پذیرش اعمال نیت هست. این حدیث روایتی هست که امام بخاری رحمت الله علیه به عنوان اولین حدیث کتاب صحیح خودش انتخاب کرده و بسیاری از علما هم در ابتدای مصنفات و تألیفات حدیثی خودشان این حدیث را اولین حدیثی قرار دادند که در کتاب‌های خودشون آوردند. این نشانگر جایگاه و اهمیت و ارزش این قاعده و اصل هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الاعمال بالنیات، معیار ارزش و پذیرش اعمال در درگاه الله متعال نیت هست. ما و شما مسلمان ها که اعمالی را انجام می دهیم به خاطر تقرب به درگاه الله متعال و امیدوار ثواب و پاداش الهی هستیم، یکی از مهمترین دغدغه‌های ما و آرزوهای ما پذیرفته شدن اعمال در درگاه الله متعال هست و این یک نوع هدف و غایتی هست که تمام مسلمانان از انجام اعمالشون در واقع دارند و هرگاه که نیت من و شما و قصدی که برای انجام یک عمل داریم خالصانه برای خداوند متعال باشد، هیچ گونه شایبه ای را نداشته باشد، این عمل نزد خداوند متعال شانس قبولی بیشتری را دارد و این نیت خالصانه سبب می شود که ثواب این عمل من و شما و پاداش اخرویش نزد الله متعال به مراتب بزرگتر و بیشتر بشود. تمام اعمالی که من و شما انجام می دهیم، اهم از اعمالی که عادی هستند یا عبادی هستند، اعمالی که ظاهری هستند یا باطنی هستند و تمام حرکات و سکنات ما
در واقع مشمول این قاعده هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الاعمال بالنیات. این قاعده ارزش و ثواب تمامی اعمال ظاهری و باطنی من و شما و تمام گفتار و کردار من و شما را در واقع تعیین می کنند. نیت یعنی این که با قصد تقرب به درگاه الله متعال و به منظور حاصل کردن رضایت الله متعال یک کاری رو انجام بدهیم. یعنی این که انگیزه من و شما از انجام یک کار یا از یک سخن یا از یک اعتقاد و باور فقط و فقط این باشد که من توسط این عمل خودم به درگاه الله متعال تقرب بجویم و امید ثوابی رو داشته باشم از درگاه الله متعال. این نیت و قصد و انگیزه کارایی مختلفی رو دارد. به طور مثال یکی از خاصیت‌های این نیت و قصد این هست که اعمال را از همدیگر تمییز می‌دهد و تفکیک می‌کند. بدین معنی که اعمال عبادی ما را از اعمالی که عادتاً انجام می‌دهیم متمایز و جدا می‌کند. و یا این که خود عبادات ما را یک عبادت را از عبادت دیگر مشخص می‌کند. به طور مثال شما تصور بفرمایید که یک انسانی به نیت این که طهارت حاصل بکند و بعد از آن برود نماز بخواند یا قرآن بخواند می رود وضو و غسلی را انجام می دهد. قطعا این یک نوع عبادت هست همراه با نیت تقرب به الله متعال و به نیت این که طهارتی را حاصل بکند و به نیت این که با این طهارت یک عبادتی را انجام می دهد. یک شخصی می رود وضو می گیرد یا غسل می کند. این قطعا یک نوع عبادت هست. اما فرد دیگر می رود همین اعمال را با همین کیفیت و با همین ظرافت انجام می دهد، منتها نیتش این است که بدنش خنک بشود. هوا بسیار گرم هست، می خواهد که یک مقدار شادابتر بشود. این عمل با عمل قبلی از نظر ظاهری و از نظر کمیت و کیفیت ظاهراً یکیست. تنها تفاوتی رو که اینها دارند در نیت شخص هست. شخص اول با نیت عبادت این کار رو انجام داده بود، پس بنابراین یک عبادت و تقربی رو انجام داده. شخص دوم به عنوان یک عادت این کار رو انجام داده و تنها تفاوت در میان این دو کار نیت هست. و گاهی این نیت عبادات را از همدیگر جدا می کند. به طور مثال شما رمضان را روزه گرفتید به نیت این که این روزه فرض ماه مبارک رمضان هست. شخصی دیگر روز دوشنبه را روزه میگیرد، روز پنجشنبه را روزه میگیرد به عنوان روزه سنت. از نظر ظاهری و از نظر زمان و کیفیت روزه این هر دو روزه با همدیگر کاملا مساوی هستند. از نظر شکل ظاهریشان و از نظر اعمالی که باید انجام بدهند و از نظر ممنوعیت هایی که دارد دقیقاً مثل هم هستند. هیچ گونه تفاوتی رو ندارند. منتها یکی از این عبادت ها عبادت فرض رمضان هست و دیگری عبادت نفلی هست. یا به طور مثال 2 رکعت نمازی که انسان به عنوان فرض صبح میخواند، خب فرض هستند از جانب الله متعال، و 2 رکعت سنتی که قبل از فرض میخواند دقیقاً مانند همین 2 رکعت نماز فرض هستند. اما اون 2 رکعت اولی سنت حساب میشوند و 2 رکعت بعدی فرض حساب میشوند.
نماز ظهر و نماز عصر از نظر ظاهری هیچ گونه تفاوتی رو با همدیگر ندارن. این نیت هست که این دوتا نماز رو از همدیگر تفکیک می کند و متمایز می کند. پس بنابراین یکی از کارایی های نیت این هست که اعمال عبادی رو از اعمال غیر عبادی مشخص می کند و دیگر این که عبادات را از همدیگر مشخص می کند و متمایز می گرداند. یکی دیگر از آثار نیت این هست که هدف و مقصود را مشخص می کند. شما چرا نماز می خوانید؟ چرا روزه می گیرید؟ فلان کار عبادی رو چرا انجام دادید؟ یا به تعبیر دیگر این نیت هست که مشخص می کند که این عملی که من انجام دادم برای کیست و به چه خاطر من این کار رو انجام دادم. دو نفر همزمان می روند به مسجد برای انجام یک فریضه الهی و برای نماز خواندن. یکی از این افراد فقط و فقط به خاطر خداوند متعال، نیتش خالصانه برای خداوند متعال هست. هدفش از نماز تقرب به درگاه الله متعال و حصول ثواب و اجر اخروی هست. می رود این عبادت رو انجام می دهد. و فرد دوم همین عبادت رو انجام داده، منتها نیتش این بوده که مردم ببینند که من نمازگزاری هستم. به خاطر ریا، به خاطر خودنمایی رفته این نماز را خونده. پس بنابراین این نیت شخص هست که مقصود را مشخص می کند. اون کسی را که من به درگاهش تقرب جستم چه کسی هست؟ آیا خداوند متعال هست یا این که غیر الله متعال هست؟ پس بنابراین این نیت هست که مقصود را و هدف را تعیین می کند که این عمل خالصانه هست برای الله متعال یا عملی هست که در آن شایبه ریا و خودنمایی وجود دارد. این نیت واقعا نقش بسیار اساسی و مهمی را در اعمال من و شما دارد و اون گونه که امام شافعی رحمت الله علیه می‌فرمایند این حدیث که بیانگر جایگاه نیت هست این نصف دین هست، زیرا که اعمالی که ما انجام می‌دهیم دو بعد دارند، یک بعد معنوی و درونی هست و یک بعد ظاهری. از نظر باطنی تنها عملی نزد خداوند متعال پذیرفته هست که خالصانه برای الله متعال باشد. پس بنابراین این نصف قضیه هست. و از نظر ظاهری اون اعمالی نزد الله متعال پذیرفته شده خواهد بود که مطابق با دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. پس بنابراین این حدیث و این نیت در واقع نصف دین هست. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه می‌فرمایند که این حدیث در واقع در 70 باب از ابواب فقهی کاربرد دارد. یعنی در تمام اعمالی که انسان انجام می‌دهد این نیت و این حدیث در آن نقش دارد. و یکی از نکات مهمی که در این زمینه وجود دارد این هست که نیت کار قلب هست، یعنی یک عمل قلبی هست و زبان در نیت هیچ گونه نقشی را ندارد. و بالفرض اگر نیت را ما با زبان انجام بدهیم بدون این که قلب ما آگاه شود، چون این نیتی معتبر نیست. اگر فرض بکنیم که نیت درونی ما و نیت قلبی ما با آنچه با زبان تکرار کردیم متفاوت باشند، متضاد باشند،
در این صورت فقط و فقط اون نیت قلبی اعتبار دارد. تلفظ نیت در هیچ یکی از عبادات نه سنت هست و نه واجب هست و نه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به این ما رو امر کردم. نیت یک امر باطنی هست و کار قلب هست، پس بنابراین کار قلب را به قلب بسپاریم و کارهایی که مخصوص زبان هست مانند قرائت در نماز این را به زبان بسپاریم. میان برنامه را با هم خواهیم دید و بعد از آن در خدمت شما انشاءالله خواهم بود. داشتم عرض می کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انما الاعمال بالنیات. معیار ارزش و پذیرش اعمال نیت هست. این روایت را در قالب چند مثال من خدمت شما توضیح می دهم که نیت چگونه می تواند معیار و میزانی باشد برای تعیین ارزش و در واقع و پذیرش اعمال انسانهای مسلمان. واقعا نیت هم معیار ارزش هست و هم معیار پذیرش. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه می فرماید که رب عمل صغیر تعظمه النیه و رب عمل کبیر تصغره النیه. چه بسا اعمال ریز و کوچکی هستند که نیت آنها را بزرگ می کند و به آنها ارزش می دهد و چه بسا اعمال و کارهای بسیار بزرگی هستند از نظر ظاهر که نیت اون اعمال را کوچک جلوه می دهد و واقعا هم این گونه هست. این نیت هست که مشخص می کند که این عمل تا چه اندازه نزد الله متعال ارزش دارد. روایت صحیح هست، امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده که برای ما این حدیث رو در واقع تفسیر می کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث می فرمایند که الله متعال یک زن بدکاره و فاحشه را فقط و فقط به خاطر این بخشید که یک سگی را از مرگ نجات داده بود. سگی تشنه بود و در آستانه مرگ قرار گرفته بود. این زن بدکاره آمد از یک چاهی آب کشید و به این سگ آب نوشاند. الله متعال به خاطر همین عمل اندکش تمام گناهان او را و تمام فحشایی را که انجام داده بود از همه درگذشت. خب این عمل در ظاهر بسیار اندک هست، شاید هم به چشم نیاد، اما با اون نیتی که همراه بوده و با آن اخلاصی که بوده خداوند متعال به این عمل ارزش داد و در مقابل آن این زن بدکاره رو معاف کرد و بخشید. و در مقابل هم در روایات داریم که الله متعال یک زنی را فقط و فقط به خاطر این که یک گربه ای را زندانی کرده بود تا سرحد مرگ که نهایتا اون گربه از دنیا رفت، الله متعال به خاطر همین عمل یک زنی را در واقع جهنمی کرد. یا به طور مثال اعمالی که در نظر ما شاید بسیار با ارزش باشند مانند علم، مانند جهاد در راه الله متعال، مانند سخاوت و بخشیدن مال، اینها اعمال بسیار بزرگی هستند، اما زمانی که با نیت سوء باشند، با قصد بدی باشند، این اعمال نزد الله متعال هیچ گونه ارزشی رو ندارند.
اولین کسانی که در روز قیامت در آتش جهنم انداخته می شوند کسانی هستند که این اعمال بزرگ را انجام دادند. یک عالمی که علمش را به خاطر غیر الله فرا گرفته و به قصد دنیا اون علم را در واقع در میان مردم ترویج کرده، یا مجاهدی که فقط و فقط به خاطر نام و نشان خودش رفته برای جهاد، یا ثروتمندی که فقط و فقط به خاطر شهرتش مالش را به دیگران بخشیده. از نظر ظاهر این اعمال بسیار با ارزش هستند، اما چون که نیتی که پشت این اعمال بوده نیت بسیار حقیر و پستی بوده، الله متعال این اعمال را در روز قیامت نمیپذیرد و اولین کسانی را که در جهنم میاندازد همین کسانی هستند که این اعمال را در واقع انجام دادند. این مطلب را رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایت صحیح نقل کردند که امام ابو داود رحمت الله علیه در سنن خودش این روایت را برای ما بیان کرده. یا مثلا این که نیت معیار پذیرش اعمال هست. در یک روایتی که حدیث قدسی هست الله متعال می فرماید انا اغنى شرکاء من الشرک، من بی‌نیازترین شریکان هستم از شراکت و شرک. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه، هر کسی که عملی را انجام بدهد و در آن عمل کسی غیر از من را شریک بکند، من آن عمل را نمیپذیرم و اون عمل را رها میکنم. پس بنابراین معیار ارزش و معیار پذیرش عمل در درگاه الله متعال نیت هست. اگر نیت ما نیت خالصانه‌ای باشد برای خداوند متعال، عمل ما ارزش پیدا می کند، فراتر از اون چیزی که شکل ظاهری عمل من و شما هست الله متعال اون را میپذیرد و نیت بسیار صادق و بسیار خالص سبب می شود که ثواب اعمال من و شما بسیار بشود و بیشتر از اون حدی بشود که من و شما انتظار داریم. پس بنابراین بیاییم اعمالی رو که انجام می دهیم، اهم از این که اعمال دینی باشند یا دنیوی باشند، عبادت باشند یا عادت باشند، سعی بکنیم که در تمام اعمال خودمان یک نیت خداپسندانه داشته باشیم. حتی در کارهای روزمره من، در کارهایی که به عنوان یک عادت و کار همیشگی انجام می دهیم، بیاییم نیت رو عوض بکنیم. استراحت می کنیم، غذا می خوریم یا کارهای دیگری رو که انجام می دهیم بدین نیت باشد که ما این اعمال رو انجام می دهیم، غذا می خوریم، استراحت می کنیم به خاطر این که برای عبادت الله متعال آماده باشیم و توانایی داشته باشیم. این نیت سبب می شود که در واقع اعمال من و شما که اعمال عادی هستند و اعمال روزمره هستند، اینها در واقع تبدیل می شوند به یک نوع عبادت و اعمال عبادی من و شما اگر همراه با نیت خالصانه باشند، قطعا الله متعال به این اعمال من و شما ارزش خواهد داد و این اعمال را به درگاه خودش مورد قبول و پذیرش قرار خواهد داد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.